سلام بینندگان عزیز، امیدوارم صبح این روز استراحتی را با طبع خوش و بالیده آغاز کردید. امروز یکشنبه 10 فوریه است و شما نشر نوبتی نوید بامدادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف شما را با اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. نخست نظر میاندازیم به وضع باد و هوا. بنابر پیشبینی هواسنجان حرارت هوا امروز در شهر دوشنبه تا به 15 درجه گرم خواهد شد، اما باریدن باران نیز در نظر است. هوای شهر پراگا قرارگاه مرکزی رادیو آزادی دوام روز 8 درجه گرم خواهد شد و هوا ابری باقی خواهد ماند. بیننده ارجمند نویدی بامدادی را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی یک ساکن شهر دوشنبه را با خواهش خودش به 15 روز حبس محکوم و برای 5 سال از حق رانندگی محروم کرده است. دادگاه با نشر یک بیانیه رسمی روز 8 فوریه خبر داد که سینا مقصودوف ساکن 40 ساله ناحیه سینا را چند پیش برای رانندگی در حالت مستی محاکمه کردند. به گفته دادگاه سینا مقصودوف با گناه خودش اقرار و از کردارش اظهار پشیمانی کرده از دادگاه تقاضا کرده است که نسبت به او جزای حبسی مأموری تعیین کنند، چون که او امکان شرایط پرداخت جریمه را ندارد. دادگاه هنگام تعیین جزا درخواست سینا مقصودوف و شرایط و شخصیتش را به اعتبار گرفته او را به 15 روز حبس مأموری محکوم کرد. همچنان او حق ندارد بعد ادای حکم تا 5 سال من بعد رانندگی کند. برای رانندگی در حالت مستی در تاجیکستان تا 20,000 سامانی جریمه مقرر شده است، ولی اگر راننده مست سبب صدمه و یا فاجعه شود که به سالهای طولانی زندان محکوم می شود. بعد پاکسازی چند دهه بزرگ در سوریه از حضور جنگجویان داعش، دهها زن و کودک تاجیک را به اردوگاه‌های پناهجویان سازمان ملل متحد انتقال دادند. رزمندگان کرد در وبسایت رسمیشان خبر دادند که دهات موزن، صفافینه و بوغوز و فوقانی را در ولایت دیر زور از حضور جنگجویان پاک کردند و دهها زن و کودک را که با اعضای گروه تندرو فرار نکردند به پناهگاه‌ها انتقال دادند. مولوده یک زنی تاجیکی پس از آزاد کردن شهر رقه سوریه سال پیش به یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل متحد انتقال یافته است، روز 8 فوریه از ولایت الحسکه سوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت از آخر ماه ینور تا کنون در 2 پناهگاه بیش از 50 زن و کودک تاجیک جای داده شدند. این زن میگوید با چند از زنان تاجیک از شهرهای اصفره و دوشنبه صحبت داشت. خود مولوده 1 سال و 3 ماه است که با 4 زن دیگر تاجیک در پناهگاه الحسکه قرار دارد. میگوید اکنون تعدادشان زیاد شده است و امیدوارند حکومت تاجیکستان آنها را هرچه زودتر به وطن بازگردانند. در ولایت سوخت شمال تاجیکستان مقامات دهها دختران را آشکار کردند که وظیفه کسبی خود را درست اجرا نکردند و در طبابت بیماران به اشتباه راه دادند. جزای این طبیبان نیز وابسته به گناهشان است، از تنبیه تا به زندان. دخترانی که بنابر اشتباه آنها بیماران فوتیدند پس پنجره رفتند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند. ریاست تندرستی ولایت سوخت 38 طبیب را که وظیفه کسبیشان را نامطلوب انجام دادند جزاهای انتظامی داده است. از طرف ریاست تندرستی مونده کمیسی مرگ انجام ما هست که در همه ساحه ما سرمتخصص داریم. مثلا سرمتخصص جراحی، امراض درونی، گینکولوژی همه داریم. هر یک هفته که میشه در جایها در بیمارخانه ها تحلیل کرده می شود. رئیس این نهاد مسئول بر مسائل تندرستی سوخت گفت 3 طبیبی که اشتباه آنها از بی احتیاطی باعث به مرگ 2 بیمار گردید در سال 2018 با قرار دادگاه به 3 و 3.5 سال حبس شرطی محکوم شدند. در این نشست از مرگ مژگانه باباجان وی 12 ساله ساکن جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفاروف یادآوری شد.
او ماه اوگوست سال گذشته بعد از تخمینا 4 ساعتی جراحی در بیمارستان سرطان شناسی شهر خوجند جان داد. هنگام مدخوشکنی یعنی بهوشکنی برای با جراحی تیار کردن از طرف دکتر مدخوش کننده شیرمرودوف دانیار به خطاگی راه داده شده، پژمرده شوی شوش و با همین راه زیاد هوا جمع شدن بین دیوارهای شوش به وجود آمده. این هوا به سیستم خونگذاری با وجود گذاشته، در نتیجه امبلی هوایی یعنی گذاشتن به قسم سیستم خونگذار و از کار ماندن دل سبب مرگ شده است. ماه ینور امسال دادگاه شهر خوجند فقط باباجان را از اشتباه طبیب مدهوشگر دانیار شیرمرادوف دانست و او را به 3 سال و 6 ماه زندان با نظام سکونت محکوم نمود. مرگ این بیمار با اشتباه طبیبان در شبکه‌های اجتماعی و بین ساکنان گفتگوزارهای زیاده را در پی داشت. پدر مژگانه بر این باور است که فقط این طبیب سببگار مرگ دخترش نبوده است. باوری کامل داشتم که نه تنها عیبی نه تنها خودی انیسزور شیرمرادوف است بلکه دیگر کسان هست، لیکن از بعض حالت‌ها همین چی بی‌طرف گذاشته شد. در همین حال فرخ مقصودزاده سردار ریاست تندرستی ولایت سوغد در نشست خبریش گفت سال گذشته یک کمیسیه طبی از وزارت تندرستی تاجیکستان 2 بار درجه تخصصی طبیبان ولایت سوغد را سنجید. این گونه سنجش ها به قول او اشتباه طبیبان را کمتر خواهد کرد. دادگاه در کانادا یک جوان را که 6 نمازگزار را در مسجد شهر کویبک کشت به بیش از 40 سال زندان محکوم کرد. حکم الکساندر بیزینوتی 22 ساله روز 8 فوریه صادر شد و او فقط بعد 40 سال حق دارد درخواست عفو کند. این جوان روز 26 ینور سال 2017 با تیراندازی در مسجد 6 نفر را به هلاکت رساند. الکساندر بیزینوت بعد نماز شام به مسجد کویبک وارد شده به سمت 40 نفر که در بینشان کودکان هم بودند تیر انداخت. فرانسوا هویا دادرسی پرونده ضمن قرائت حکم گفت که قاتل نسبت به مهاجران مسلمان نفرتی عمیق داشته است. دادرس تقاضای 150 سال زندان را که سخت‌ترین حکم در تاریخ معاصر کانادا میشد رد کرد، زیرا به گفته او چنین جزا درازتر از عمر قاتل و ناعادلانه می بود. بیننده ارجمند، در پایان برنامه همچنان نظر داشتیم به قرب اسعار در تاجیکستان. بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی $100 آمریکایی 943 سامانی، 100 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 1070 سامانی و 1000 روبل روسی 142 سامانی ارزش دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.